پیروهای زندگی گاه آفتابیست و گاه باران، گاه هموار و تازه هست و گاه پر از سنگ و خار و پستی و بلندی. به این خاطر در این پیراه قدم ماندن و تا مکان مراد رسیدن نه به همه نصیب می کند. زیرا زندگی را زیبا ساختن هم آسان نیست. این نوبت از پیراهای زندگی شاعری قصه می کنیم که زندگی را با نگاه خاصه می بیند و با ذوق بلند و نزاکت شاعرانه تصویر می کند. روزنامه‌نگار و شاعر تاجیک عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان عالم خان اسمتی ماه فوریه سال 1958 در دهه مدروشکت ناحیه کوهستان مچچاه به دنیا آمده است. زمان نورسیش در دامان پر از زیبایی کوهستان سپری شده است که خاطرات زیبای در یادش مانده. در دهه همه با دمیدمی صبح صادق همه از پی کار، زحمت و مهنت و به چراگاه، دهقانی، گندم دروی و دیگر کارهای جمعیتی آواره می‌شدند. ما مکتب بچه ها در مکتب تحصیل کردن باز به کارهای جمعیتی هم جلب می‌شدیم تا جایی که امکان بود دست یاری می‌رساندیم، یعنی به خیرمندکوبی و آبکشانی و دست یاری رساندن به دهقانان. پدر و مادر عالم خان از شخصان سرشناس دهه به حساب می‌رفتند. پدرش کارمند ساحه سودا بود. مادرش بغیر از عالم خان باز 12 فرزند دیگر داشت. او صاحب مدال قهرمان مادر بود، ولی با همه سرکاری نگاه نکرده در تربیت فرزندان سهم می‌گذاشت. ما در یک کوچه کلان شدیم. در یک کوچه خانم بسیار نزدیک بود. و مادر عالم خان اسمتی که من نام پدرشون بودم مراد بیگ، همیشه با یک محبت زیاد من دادا جان میگفتن. دادا جان میگفتن، من بسیار دوست می‌داشتم. اینا همه ما مادر عالم خان اسمتی قهرمان مادر بودن. این کس اگر خطا نکنم 13 فرزند تولد کرده با مایه رساندگی بودن. همون دورها همون اردنی قهرمان مادری هم داشتن و همین فرزندا را تربیت کرده، برای راست تربیت کرده کردن. 7 فرزند هستند، 7 پسر و همین فرزندا خوانندن، صاحب دانش، صاحب علم فرهنگ کردند. در برابر کار و فعالیت چه در مغازه، چه در صحرا، چه در کارهای جمعیتی، پدر و مادر همیشه ما رو به راه درست هدایت میکنن که اول از مکتب در نمونیم و بعدا از کارهای خانوادگی و کارهای جمعیتی. من خوشبخت‌ترین انسانم که از پدر و مادر تعلیم و تربیت درست گرفتم. عالم خان میگوید که زمان نورسی بیشتر حافظان معروف را طریق رادیوی تاجیکستان گوش میکرد. سرودهای آنها را زمزمه مینمود و میخواست تا مثل آنها سراینده شود. از جمله برای من از هم عجایبش در ایام بچگی آن بود که توی‌ها خیلی عجایب و غرایب می‌گذاشتند. هر یک تویی که میشد مردم نو بس از حولی پایان حولی بالا در توی خانه جمع میشدن، شادی و خرسندی میکردن، گویا توی همون یک نفر توی همه همدیه ها باشد. مردم در چهره مردم شادی و خرسندی گل میکرد. مردم با تمام دسترخوانی پر از نوش نعمت گشاده میشدن، از تمام نوع میوه‌جات آراسته میشد و ما مکتب بچه خرسندی میکردیم. و من بیشتری چیز اون مرا جلب میکرد همین سرودخوانی حافظه بود. حافظه سرودخوانی میکردم و با دقت گوش میکردیم، لذت میبردیم و در دل مهر و محبت شعر و سرود بیدار میشد. آهسته آهسته همین شعر و سرود یعنی توأم به دل من هم همچون یک مکتب بچه راه یافت. از جمله حافظان دهه ما که امروز حافظان ورزیدی جمهوری هستند، از جمله استاد مراد بیگ نصرالدینов، بانو لاله عزیز و باز چندین نفر دیگر هستند که استاد رستم بیگ باطرف مرحوم جایشون جنت شود در تمام معرک‌ها تورها رو با سرود ترانه‌های خود آب و رنگ تازه اهدا می‌کردند. اما از اون لذت می‌بردیم و من هم اول تصمیم گرفتم که حافظ می‌شده باشم یا نه، ولی برای مشق کردن دیدم که از من چندان حافظی خوب نمی‌براید و به شعر و شاعری دست زدم. عالم خان دانش اولیه را در مکتب میانه رقم 4 دهه شان می‌گیرد.
از معلمان سابقه داره که در مکتب برایش درس گفتند منتدار است. او میگوید که معلمان مکتب در همه بخش‌های زندگی مردم دهه سهم می‌گذاشتند. محض سالهای مکتب خوانی نخستین شعرش در مجله به چاپ می‌رسد و او را میان همسالانش همچون شاعر معرفی می‌کند. کشا کشا بال و پرک، بیا بیا کبوترک، نشین نشین که من به تو دهم دانی سرک، بگیر غذای خود، بخور تازه ترک، بپر ز دستی من از این برک به آن برک، مرو به جای دور، مشو تو بیدرک. این شعر مشقانه بود. البته این شعر نسخه اولش اندک با این شعر ساقل یافته آماده شد. نسخه اولش اندک خرابتر هم بودن. در این چاپ شعر استادان ورزیده من احمد اکبر جورای و سید اکرم سیدف که معلم زبان و ادبیات ما بودن ما رو خیلی دستگیری کردن و عجایبت کار در بود که یک روز در مجلس تربیوی مکتب بچه‌ها معلم ما رو به نزد تخته صیفی دعوت کرده، گفتن که بچه‌ها امروز در بین همصنف‌ها یک نفر شاعر پیدا شده است. گفته به من اشاره کردن و من خیلی شرم داشتم که با یک شعر چگونه آدم شاعر میشده باشه، ولی استاد در همون لحظه من حس کردم که روحی من در آسمان هفتم پرواز دارد. استاد امروز من درک کردم که استاد چقدر مرا به آینده خیلی دور تیله دادم، یعنی مرا به راه درست هدایت کرده توانستم. اگر استاد برعکس میگفتن که شعرت به شعر موافق نیست دیگر ننویس، من شاید که دیگر شعر هم ایجاد نمی‌کردم. سال 1974 با مقصد تحصیل نمودن دعای والدان را میگیرد و راه میگیرد سوی دوشنبه شهر. چون به پایتخت می آید حجتهایش را به فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی پداگوژی شهر دوشنبه به نام شفچنکو، امروزه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام سرودین عینی می سپارد. سالهای دانشجویی برایش برای شناخت شخصیت خود و بیشتر ایجاد کردن زمینه بیشتر به وجود می آید. او بیشتری وقت خود را در صحبت استادان و زبانشناسان می گذرانید و نوشته های خود را در روزنامه و مجله های پایتخت به تب می رسانید. سال 74 داخل شد، سال 78 این دانشگاه را با بهای خوب اعلی ختم کردم و باز به دیگه برگشت در مکتب. سال اول معلمی، سال دوم معاون دیرکتور، سال سوم دیرکتور مکتب شده کار فعالیت بردم در مکتب 8 سالی دیگه مدرسه و 4 سال راهبری مکتب به عهده داشتم و در این 4 سال شعرهای جدیدتر هم ایجاد شد و این شعرها رو بعدی به کمال رسیدن آرزو کردم که یک بار به شهر دوشنبه به نزد بزرگان ادب برده نشان دهم و همین طور هم شد. وقتی که شعرهای اولین رو به شهر دوشنبه به نشریات عرفان به نزد استاد قطبی کرام بردم، استاد شعرها رو خواندن و به من یک نصیحت دادن که پسرم بیا در نشریات با ما کار کن. یعنی شعرهای تو و همین 4 نفر اولین شعرها 4 عدد شعر رو انتخاب کردن و پیشگفتار نوشتن و من دادن که برم به روزنامه کمسمول تاجیکستان و در روزنامه کمسمول تاجیکستان در یک صحیفه 4 روزنامه شعرهای من با پیشسخنی استاد قطبی کرام به چاپ رسیدن و در طرف چپ حکایه های دادخان ایگمزاد با پیشگفتار عباد فیض‌الله به چاپ رسیدن که این خاطره در ابدی برای من مانده است. عالم خان اسمتی سال 1978 بعد ختم دانشکده به زادگاهش برمیگردد و تا سال 1984 در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 3 دهه مدرشکت کوهستان مچا نخست به حیث معلم، بعداً جانشین دیرکتور و نهایت به حیث دیرکتور مکتب فعالیت میکند. از سال 1984 به دوشنبه شهر آمده در نشریات ادب به حیث مصحح فعالیت نموده، نهایت به حیث مدیر شعبه برنامه‌ریزی نشریات ادب انتخاب می‌گردد. عالم خان اسمتی طی سالهای 2005-2010 مدیر قسم ادبی انسامبل دولتی خلق اتنوگرافی فلک ولایت سوخت، سالهای 2010-2021 سرمحرر روزنامه مشعل ناحیه مچا بود. از سال 2021 این جانب همچون رئیس شورای سابقه‌داران کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه مچا فعالیت می‌کند. نشکنم تا از الفبای نیاگانم خمار، تا نیابم چشمهای رودکی را نوربار، تا نسازم زنده هر چیزی که باشد یادگار،
من نخوانم خیشتن را تاجکی با ننگ و عار، من نخوانم خیشتن را از نژادی تاجدار. تا نخوانم مثنوی معنوی مولوی، تا نخوانم حرف قرآن با زبانی پهلوی، تا نیابد درد ملت در سرودم محتوی، من نخوانم خیشتن را تاجکی با ننگ و عار، من نخوانم خیشتن را از نژادی تاجدار. تا نبید هم با سخن مرغ دلم را بال و پر، تا به هر سنگی نبینویسم رهاره شیری تر، تا زبانم را نبخشم لذتی شیر و شکر، من نخوانم خیشتن را تاجکی با ننگ و عار، من نخوانم خیشتن را از نژادی تاجدار. اگر گوییم که نه هر ایجادکار را میتوان شاعر گفت و هر کسی که شعر می‌نویسد شاعر است، بسیار مشکل است. من عالم خان اسمتی را همچون شاعر دریافتم، همچون شاعر شناختم، برای که در حقیقت او در شعرش زندگی میکند، در شعرش گویا که خودش را احیا کرده توانسته است. پیش از همه او مهر یار دیار را در هر بیت، هر غزل، هر رباعی جا کرده است. دیگر اینکه او بسیار شاعر خودآگاه و خودشناس است که میگه که من تا به وقتی که همین از شعر رودکی و از شعر گذشتگان اگر احساس نکنم، درک نکنم، چیزی نبردارم، من آن آدمی در کاری یا آن شاعری خوب گفته نمیتوانم. این هم یک احساس بلندی خودشناسی او را نشون میده. دیگر اینکه میگن که همین شعر گفتن چی است؟ مثال شعر در آن دل تپد، در آن در قد احساسی بسیار بلند، پر از عشق و پر از محبت باشد. وقتی که دل پر می شود، لبریز از احساسات می شود، اون وقت شما می توانید شعر گویید. عالم خان اسمتی به نوشتن شعرهای کودکانه، لیریکی و هجوی شوق دارد. چکیده های نخستین او در مجموعه های رشته باران سال 1984، مهری پدر 1988، نیش نوش 1988، دستی دوست 1989، چیل قلم 1990، چشم سار 1990، چکامه پیروزی 1990، فردوسی در شعر دنیا 1991، کاکل بام 1991 به نشر رسیدند. مؤلف مجموعه های بوسه نور، هوا رو تکوشا، موج خیز، بال خما، جان فدا، آیات نیسان و اشک بلبل می باشد. بیشتر شعرهایش از جانب هنرمندان معروف تاج‌الدین محی‌الدینوف، مرادبک نصرالدینوف، فیضعلی حسنوف، افضلشاه شادیوف، لاله عزیزова و دیگران آهنگ بسته شدند و به دوستداران فرهنگ و صنعت پیشنهاد گردیدند. و همین شعر و سرود دو چیزی برای من دو چیزی توأم هستند که حرکت میکنم که هر یک شعر من توجه یعنی موسیقی داشته باشد. از این لحاظ شعر تازه ترین خود را بعدتر در توصیف استقلالیت، وحدت، صلح، ثبات و زحمت های شبانه‌روزی جناب اولی ایجاد کردم که با نام پیشوا است و صدا می‌دهد که شعر و آهنگ و سرود من به نام ملت است. شعر و آهنگ و سرود من به نام ملت است. جمله ایجادم به پاس احترام ملت است. جان من از ناتمامی پای بر غربت منه، رو به وحدت کن که آن بختی تمامی ملت است. من ثنا خوانم به آن کزرهی ناموس و ننگ، در تلاش روزگاری بر دوام ملت است. هر کسی اندر مقام معرفت خود را شناخت، به محابا اختر اندر مقام ملت است. دشمنی به دولتی و دولت اندر دوستی است. دشمنی به دولتی و دولت اندر دوستی است. دوستی با مردم عالم مرامی ملت است. زنده و پاینده بادا، زنده و پاینده بادا خلق ما با پیشوا. تاجیکستان کعبه ما، او امامی ملت است. و همین محبت نامی ما با شعر سخن و ادبیات
برابر دولت بار دیگر محبت شعر رو در ضمیر دل ما تخم محبت شعر رو زیادتر کرد. در ایجادات عالم خان اسمتی موضوعهای وطن، وحدت، زندگی، صلح، مادر مقام خاص دارند. یکی از نوشته های معروف عالم خان اسمتی غزل نگه دارد خدا بود که با چنین بیت آغاز می گردید: در جهان از دست بی شفقت نگه دارد خدا، جمله را از پای بی‌طاعت نگه دارد خدا. نوجوان را هر عذاب بر سر آید باک نه، پیر را از خواره و ذلت نگه دارد خدا. ناخلف 100 تار حیلت میتند چون عنکبوت، ناخلف 100 تار حیلت میتند چون عنکبوت، در ره قسمت زهر آفت نگه دارد خدا. سنگ پشت از نیکی خود نیش کژدم دیده است، سنگ پشت از نیکی خود نیش کژدم دیده است، نیک خواهان را ز بدطینت نگه دارد خدا. زور مشت از وحدتی انگشتها آید به دست، زور مشت از وحدتی انگشتها آید به دست، از پریشانی جمعیت نگه دارد خدا. از محل بازی ما علت به ملت میرسد، ملتی ما را از این علت نگه دارد خدا. وقتی که اولین غزل عالم خان اسمتی استاد تاج الدین محی‌الدینov خوانده بودند، یک خنده کنه گل. بعد ما هم یک توجه کردیم که اما شعرهای عالم خان اسمتی ورق زنیم، کتاب هاشه از ایجادیاتش. در حقیقت ایجادیات عالم خان اسمتی بسیار یک بیبه ها است، بسیار ایجادیاتی بوی دارد. عالم خان اسمتی یک شاعری توانا، یک شاعری امروز، شاعری زمان، شاعری که در همین وضع زندگی غزل و شعر نوشته میتواند. عالم خان اسمتی یک شاعر است که همون زمانه به نگاه کرده و یعنی که رفتی زمان و چیز شعر ایجاد میکند، غزل ایجاد میکند. یکی از پهلوهای روشن ایجادیات عالم خان اسمتی این آفریدن دو بیتی ها در روحیه فرهنگ کوهستانی می باشد. چندین ترانه های دلاشوب به مانند مچا به مورم، خونیم گل بین، رویمال سر جورک گل جگدونی و ده های دیگر را می توان نام برد که به قلم این شاعر تعلق دارند. یک سرودی که آستینت جنبانده بیا، این الکی خاص یک مثال یک محل نیست، لیکن رسم و آیین ملت ما را در همین یک رقص آستین گویا جلوگر کرده توانسته است. استاد لایق میگن که ما و تو در کنج دیوال سخن گویا که جام میکنیم، جام کندن این الکی خودش همون شعر گفتن است، به مراد دل رسیدن است، شاعر بودن است. این میگن که شعر دردانه عقل است، لیکن در شعری که دردانه عقل باشد بگذار در اونجا خون دل باشد، اونجا در حقیقت احساسات بسیار بلندی خودی شاعر دیده شود. تا من همین خیلی احساس میکنم که عالم خان تا همین اگر دلش لبریز از عشق و محبت نباشه قلم به دست نمیگیره، او را طبیعتاً شاعر گفتند. بعد همین خیلی دیگر حس کرده میشد که گویا که هر یک شعرش رو، هر یک ترانه‌اش رو یا سرودش رو گویا که خودش سروده است، خودش در هوای این یا آهنگ سروده گویا که بر روی کاغذ آورده است. در این جاده هم او موفقیت بیش رو به دست آورده است. من زیاده از یک 20 غزل باشه، زیاده از 20 غزل عالم خان اسمتی موید در آوردگم، آهنگ در آوردگم میخوانم. غزل های عالم خان اسمتی بسیار غزل های روان، ساده، با معنی و بسیار نغز با آهنگ میگراید. وقتی که غزل میخوانید همین غزل تیز با خودش آهنگ پیدا میکنه. منم یک سروده که امروز بسیار حافظای جوان همین سرودم میخوانن که همون بینید که لباس ملی تاجیکی را چقدر در شعرش وصف کرده است.
رومالی سرت جوره گلی جیگدونی دربنده که بین در تیپی پیشونی این جومه بادونچه تو را زیبی دسا من خاکی رهی که تو قدم میمونی. بسید بینه چخل شاعرانه گفتگی. رومالی سرت جوره گلی جیگدونی دربنده که بین در تیپی پیشونی این جمعه بادم چه تو را زیبی دسا من خاکی رهی که تو قدم میمونی. من خوشبخترین انسان هستم در روی زمین که از خودم راضی هستم. ناراضی هستم بازم از خودم. هنوز ما کم کار میکنیم. این امکانات رو سری وقت استفاده برده نمیتوانیم. بعضا تنبلی هم در حالت ایجادی به نظر میرسد. اگر ما وقت رو درست تقسیم کنیم، هم برای زندگی پیش بردن زندگی، هم برای کار دولت، هم برای کار جامعه و در یک نوع برای کار ایجادی. من شخصا همچون ادیب شعرهای خود رو اصلا شب ایجاد میکنم و من بیشتر شعرها رو یا سرودها رو زمزمه کنون ایجاد میکنم. اگر زمزمه نکنم و در قالب موسیقی وارد نمیشود. وقتی من خودم زمزمه به طور آهنگ خودم زمزمه میکنم وقتی میبینم در قالب آهنگ وارد میشود، بعد من اون شعر به چاپ میرسونم و یا به دست حافظی که کدام حافظ میتواند این سرود خواند دسترس میکنم. من بسیار خوشبختی خود را در همین شعر، در ادب، در فرهنگ، در زندگی شخصی، در محیط اطراف دیدم، احساس کردم. عالمخان اسمتی امروز نیز به تربیت نسل نورس مشغول است. در برابر این وظیفه پرمسئول را در شورای سابقه داران کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه مچو به دوش دارد. همزمان پیوسته ایجاد می نماید. یعنی مردی است پر انرژی در پیراهه زندگی. میگوید که از شکوفایی وطن الهام میگیرد و پیوسته میخواهد این زیبایی را تصویر کند. زیرا گاهی از تماشای طبیعت زیبای دیار چشم سیر نمی شود. دو چیز پروردگار برای ما توفیق کرد، یکی استقلالیت، دیگری رهبری دولت محترم ایمال رحمانی که تقدیم شد که تاجیکستان توانستند که تاجیکستانی واقعی کنند، تاجیکستانی صاحب استقلال کنند، تاجیکستان در تمام دنیا معرفی کنند و به یک از کشورهای مترقی وارد گردید و امروز تمام دنیا ما را میشناسد. اکنون ما وابسته که در بین مردم با کار بری کنیم، تمام مردم برای درست هدایت کرده توانیم.